پرویز تیوی در کانالش در تلگرام ویدیویی را نشر کرد که چگونه یک گروه جوانان از دریای دوشنبه جسد شخص ناشناس را بیرون کشیدند. در ویدیو دیده می شود که دو نفر با وجود سرد بودن آب دریا لباسهای خود را کشیده خود را به دریا انداختند تا جسد مرگ غرق شده را از آب برآورند. در سب دیده می شود که جسد را الکی از آب برآورده در روی سده بتونی ضد سیل گذاشتند. پرویز تیوی می نویسد که جسد را نیمه دوم روز 3 مارس تقریبا ساعت 16 پیدا کردند. نشریه می افزاید بنا به معلومات تصدیق نشده مرد غرق شده آموزگار یکی از مکتب‌های شهر دوشنبه بوده است. معلوم نیست که او تصادفاً غرق شده است و یا خودکشی کرده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داد که نیمه دوم روز 3 مارس جسد یک نفر شخصیتش هنوز نامعلوم را از دریای دوشنبه بیرون کشیدند. بنا به اطلاع کمیته روز 3 مارس سال 2022 ساعت 17:09 دقیقه به قسم نوبتداری کمیته ایالت‌های فوق‌العاده خبر رسید که در ناحیه فردوسی پیش از پول ماشین‌گذاری سابق بازار سلطان کبیر در داخل رود دوشنبه جسد نفر نمایان شده است. بعد گرفتن خبر دسته مخصوص زودعمل نجات ریاست ایالت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه فوراً به جای حادثه سفربر گردیده ساعت 17:30 دقیقه جسد را از آب بیرون آوردند و به مقامات امور داخلی ناحیه فردوسی سپاریدند.